نه شاید بعد من بتونی. هیچ وقت نمیتونم زورگو شکست بدم. البته که میتونی رکس، تو با اون از منم بهتر به میجنگی. دستای کوتام نگاه کن. من که نمیتونم همین دکمه رو فشار بدم هم بپرم اون طرف. کجاست؟ وودی اوه نه. اومدم کلانتر. وودی حالت خوبه؟ آره من خوبم باز. فقط قبل از رفتن یه کاری باید بکنم. باتریا باید عوض بشن، عروسکای کوک بشن و همه باید قول بدن در سمینار آقای اسپل شرکت کنن تا اگه چیزی بلیدن بدونن چی کار کنن. باشه وودی الان سکالات پیدا نکردی نه؟ نه، هر لحظه ممکن اندی بره به اردوگاه و من پیداش نکنم. نگران نباش بودی. چند ساعت دیگه توی اردوگاه کنار آتش نشستی و داری با اندی سوپ داغ و خوشمزه درست میکنی. سوپ داغ خوشمزه؟ آره درسته. هنوز کلاه وودی رو پیدا نکردی؟ همه جا رو بگردیم بچه‌ها. سریعتر. اطاعت قربان. به زودی پیداش میکنیم. به اتاق بغلی علامت دادم ولی جواب ندادن. شما کارتون رو بکنید. اون توی اتاق مالی نبود. ما همه جا رو گشتیم. پیداش کرده؟ کلاه منو پیدا کردی؟ کلاه تو رو؟ نه بابا، خانمم گوششو گم کرده بود. سیب زمینی شیرین من. پیداش کردی آره. چقدر خوبه که سیب زمینی درشت و خوبی مثل تو مسخره است. میخواستم برای اولین بار به اردوی گاوچرونه برم اما به خاطر اون کارا نمیتونم. بودی زیر چکمتو نگاه کن. انقدر ساده نباش، کارم زیر پام نیست. حالا یه نگاهی بکن. نه میبینی؟ کلاهی نیست، فقط نوشته اندی. آها، اون پسری که اینقدر دوست داره تو رو به اردوگاه میبره، با کلاه یا بدون کلاه؟ خیلی متاسفم با. It's just that I've been looking forward to this all year. It's my one time with just me and Andy. You're cute when you care. Oh, not in front of Buzz. Let him look. سلام بچه‌ها، من الحسم. اینجا منبار اسباب بازیه. خب بذارید ببینم این دفعه چی از تخم در میاد. الان معلوم میشه. قایق پارویی، یه خط توپلی و تو. رکس خاموشش کن. این یکیه. وای از این مرغ خسته کننده. دوستان خیلی خوب. من هم خبر خوب دارم هم خبر بد. چه خبری؟ بگو چی شده؟ خبر خوب اینه که کلاتو پیدا کردم. کلام متشکرم. کجا پیداش کردی؟ اینم هم خبر بد. خیلی خوب باشه تو پیدام کردی باستر. بس دیگه. خب کارمون چطور بود بچه‌ها؟ یه رکورد تازه به دست آوردی. خیلی خوب پسر بشین. الان حسابتو میرسم. بگی بنگ. هاها سب کن آفرین پسر. من برم کی دلش برم تنگ میشه؟ من رفتم بچه‌ها یک شنبه شب میبینمتون. من میرم تو اتاقم. دستا بالا. بعدم میتونیم تمرین کنیم. سلام بودی، میای بریم اردوگاه گفت. آنتی زود باش عزیزم، 5 دقیقه دیگه راه میافتی. 5